با گفته مقامات تندرستی تاجیکستان در سال 2016 شهروندان کشورهای خارجی به دلیل ارزان بودن جراحی از خدمات پیوندسازی عضوهای بدن در تاجیکستان استفاده کردند. نوبسته به تغییر یافتن قرب اسعار ملی ما نرخ گذراندن جراحی عوض کردن گرده را عوض نکردیم. یعنی که باز هم دسترسی به اهالی همین چطوری که بود همون طور است. از سال 2015 به این طرف در تاجیکستان 287 جراحی پیوندسازی عضوها انجام شده است که 27 نیازمند شهروندان قرقیزستان، آذربایجان، ترکمنستان، لبنان و عربستان سعودی بودند. حالا نرخ پیوندسازی گرده در تاجیکستان 47888 سومانی و پیوندسازی جگر 118000 سومانی است. مسئولان این مرکز میگویند سال گذشته با دستور وزارت تندرستی به 90 نیازمند به مبلغ 488000 سومانی خدمات خود را با امتیاز یا تخفیف پیشنهاد کردند. 2014 2 نفر، در سال 2016 5 نفر پیوند کردند که از همین همگی فوتی ما 4 نفر است. از 10 نفر 4 نفر. به فکر من از اون شماره‌ای که در عموم گذرانده شده است 4-5 حادثه فقط این شماره کلان است. مسئولان وزارت تندرستی میگویند مشکل اصلی در گسترش خدمات پیوندسازی عضوها به مشخص سازی مطابقت عضوها بود. قبلا طبیبان تاجیک وادار میشدند شخص بیمار و شخص عضودهنده را برای تشخیص بر روسیه، قزاقستان و ایران فرستند. اما سال گذشته تجهیزات ضروری خریداری شده، همکنون چنین تشخیص در تاجیکستان انجام داده می شود. با وجود اینکه مقامات خدمات جراحی عوض‌کنی عضوها را در تاجیکستان ارزان می‌دانند، ولی آنهایی که پیوندانشان را در زیر تیغ این مرکز از دست دادند از کار آنها ناراضگی می‌کنند. همچنین تحلیلگران می‌گویند نرخ این خدمات نسبت به معاش میانه مردم کشور گران است. وزارت تندرستی تاجیکستان با در نظر داشت گسترش این نوع جراحی در کشور خواستار رشد همکاری در این زمینه با افغانستان بودند، زیرا در کشور همسایه تاجیکستان نیازمندان به این نوع خدمات زیاد بوده است.